سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و به یه قسمت دیگه از مجموعه آموزشی تست نفوذ با پایتون خوش اومدید. توی این قسمت بریم سراغ مدیریت استثناها یا به عبارتی همون اکسپشن هندلینگ در پایتون. خب پایتون و بقیه زبان‌های اسکریپت نویسی اومدن استثنا رو به عنوان یک سیستم مدیریتی قرار دادن که ما برنامه‌ای که می‌نویسیم یه دفعه مثلا کرش نشه. برنامه قدیم دید مثلا یه دفعه برنامه کرش میشه و کلا هر سال باش کار کرد ببینیم، اما استثنا جلوی این کار میگیره. اما خود استثنا یعنی چی؟ یعنی وضعیتی که ناخواسته است و برنامه‌نویس نمیتونه تشخیص بده که ممکنه همچین وضعیتی پیش بیاد. کاربر یه کاری میکنه که از تشخیص برنامه‌نویس دوره، یه کار خیلی استثنایی انجام میده، بهش میگیم همون استثنا. پایتون و همونجوری بقیه زبان‌ها به ما اجازه میدن که بتونیم این وضعیت‌های استثنا رو مدیریت بکنیم. اما چطور؟ برمیگردیم به محیط اینترپرتر پایتون و اینجا یه استثنا میخوام رخ بده. اگر بگم صفر رو تقسیم بر یک کن، صفر برم. اگر بگم یک رو تقسیم بر صفر کن چی میشه؟ میگه نمیتونم از یکی صفر تا تقسیم کنم. اصلا میگه تقسیم بر صفر ممکن پذیر نیست. یه اصل کلی تقسیم بر صفر ممکن پذیر نیست. اما صفر رو میتونیم تقسیم بر یک کنیم. بگیم از صفر تا یکی بده بقیه، خب چی نیست دیگه. اما اگه یکی صفر رو بدیم توی کامپیوتر امکان پذیر نیست. و اصلا این بحث طولانی داره، کاری نمیخواست در موردش تحقیق کنید که چرا و در واقع جریانش چیه. این یک اکسپشنه که رخ میده و ممکنه شما توی برنامه تقسیمی که نوشتید این اتفاق بیفته. ما میتونیم برای این کار یه بلاک درست کنیم تحت عنوان ترای. میگیم این کدای من رو اجرا کن. کدای من چیه؟ مثلا یک رو تقسیم بر صفر. اوکی. خب اما این یک تقسیم بر صفر ممکنه یه ارور رخ بده. تو بذارید میگه این ولی سینتکس 500% میده پرینت یک تقسیم بر صفر. خب این من ارور میده 100%. برای اینکه این ارور مدیریت کنم میتونم بگم except دو نقطه و اینجا بگم print exception. اوکی و اینتر. همونطور که می‌بینیم یه اکسپشن رخ داد، یه اروری تو برنامه رخ داد. خب حالا برای اینکه این اکسپشن رو ما در بیاریم که چه اکسپشنیه، نوع اکسپشن رو در بیاریم، میتونیم بریم و از در واقع یک کلمه کلید حتی اکسپشن با ای بزرگ استفاده کنیم و اینجا با از کلمه رزرو شده از و اون نامی که دوست داریم، مثلا error یا مثلا my error، که این اکسپشن ببینیم چه اکسپشنی اطلاعات رو به دست بیاریم. خب بعد از این میگم برای من my error رو پرینت کن. همونطور که میگه integer division or و ماژول بایزی رو امکان پذیر نیست. پس میتونیم اکسپشن ها رو بگیریم. حالا میتونیم یه کدی تعریف کنیم اگر اکسپشن رخ دادم اجراشه، رخ ندادم اجراشه. اون رو توی فاینلی میذاریم، یعنی یک کدی که در هر شرایطی اجرا میشه. except finally print exception دفعه و همطور هم ارور برای من چاپ کرد هم اکسپشن. حالا یه حالت درست print ok except print hello یا no ok و finally print nothing. همطور که این دفعه ok nothing رو من اجرا کرد. پس فاینلی در هر دو شرایط برای ما اجرا میشه، اما except وقتی ارور بده اجرا میشه و try هم وقتی ارور نده اجرا میشه. پس exception به طور کلی همیشه تو پایتون و اگر خواستید حالا اسکریپتی بنویسید و ماژولی بنویسید بهتره که رعایت کنید که یه دفعه برنامه‌تون نزنه بیرون و کاربر اعصابشون خورد، چون اصلا برنامه‌هایی که به صورت تعاملی نوشته میشن. اما یه تمرین جالب توی پایتون ما میتونیم بریم برای خودمون اکسپشن تعریف کنیم، یعنی غیر این اکسپشن ها یه اکسپشنی برای خودمون تعریف کنیم. بگیم مثلا این کاربر از عدد 20 بزرگتر بالاتر اکسپشن رخ بده. خب این اکسپشن ها چطور میتونیم تعریف کنیم؟
و همینطور اینی که گفتم و یه نمونه ازش بنویسید. خیلی خوب خلاقیتتون رو به خرج بدید و اگر دوست داشتید برای من ایمیل کنیم تا این نمونهتون رو یک کمی گسترده تر بکنیم. پس اینم از بحث اکسپشن هندلینگ در پایتون. خیلی ساده گفتیم البته و میتونه خیلی گسترده تر باشه، خیلی موارد بیشتر موردش نگفتیم. اگر علاقه دارید به بحث اکسپشن هندلینگ حتما در موردش تحقیق بکنید که چیزهای جالب تر پیدا کنید. موفق باشید.